و تمام فریب، تمام دروغ، دستشون اینجوری میذارن آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد مثلا دارن گریه میکنن، همش با تظاهر، همش با فریبکاری. اون وقت درست همون روز که دستا رو گذاشتن دارن گریه میکنن. یه دانشجوی کرد ایرانی، کرد آزاده، در سنندج میکشنش تو زندان، عین همون بلایی که سر بانو دکتر زهرا بنی یعقوب آوردن. منتها در اون مورد به اون بانوی عزیز محترم پاکدامن تعرض کردن 4 حیوان نهی از منکر امر به معروف. این 4 حیوان که ذوب شده در ولایت سید علی بودن به این دختر نازنین تعرض کردن. میدونید من اون لغت رو نمیخوام تکرار کنم. در مورد این ابراهیم هم در زندان سنندج او رو زیر شکنجه به قتل رسوندن. بگذارید براتون یک ایمیل رو از یک پاسدار در زندان سنندج بخونم. حالا مقدماتشو میگذارم، اسامیرم میگذارم، چون نمیخوام این بچه خودشم گیر بیفته. اینو فقط بدونید. ساعت 2:30 بعد از ظهر بود. بعد از آن که چندین ضربه شلاق به ابراهیم زدن و او را شوک الکتریکی دادن که چند جای بدنش از جمله نقاط حساس بدنش حالا دچار سوختگی شد، او به کما رفت. حاج آقا لطفی، لطف اللهی، این اسم ابراهیمه، حاج آقا گفت لطفی را بیاورید. به ابراهیم میگفتن لطفی، اسم رمز گذاشته بودن. او را که بیهوش بود برداشتن و آوردن به اتاق تخلیه، جایی که اگر یک زندانی دچار حالتی شبیه به مرگ شود او را آنجا میبرند تا بار دیگر زنده اش کنند و زنده کردن به لطایف الحیل صورت میگیرد. کشیده زدن، ضربه زدن، آبروی او ریختن، شوک دادن. اما ابراهیم به هوش نمی آمد. آخر حاج آقا خودش جلو آمد، 3-4 تا کشیده آبدار به او زد. این کشیده ها آنقدر سنگین بود که ابراهیم تکان خورد، اما چشمانش را باز نکرد. حاج آقا دوباره شروع به کشیده زدن کرد. این بار کشیده ها با مشت هم همراه شد. حالت بسیار بدی ما داشتیم. نگاه میکردیم و میدیدیم حاج آقا عین حیوان به جان جوانی افتاده است که در بیهوشی بود. یک جوانی که بعداً فهمیدیم 27 سال دارد، اما ریزه میزه بود و سنش کمتر مینمود. او را بیرون دانشگاه پیام نور به همراه 2 نفر دیگر دستگیر کرده بودند. آن 2 نفر را آزاد کردند، اما او را به زندان آوردند. او به هیچ وجه اعتراف نمی کرد که با حزب دموکرات ارتباط داشته یا با پژاج. او دائم می گفت من یک دانشجویم که در ترم 7 بودم و فقط انتظار داشتم دانشگاه را تمام بکنم و وکیل شدم. ساعت 6 بعد از ظهر 23 دی بود که حاجی گفت مثل این که طرف تمام کرده. او را بلافاصله توی آمبولانس گذاشتن و به سرعت به کرمانشاه فرستادن. گفتن در کرمانشاه امکانات بهتری وجود دارد و ممکن است او را در آنجا به هوش بیاورد. رفت و آمد او به کرمانشاه بیشتر از 24 ساعت طول نکشید. بار دیگر او را به زندان بازگرداندند. حالا حاج آقا مانده بود که چه بگوید. با رئیس اطلاعات تماس گرفت، با نمایندگی مقام معظم رهبری تماس گرفت، با دادستانی تماس گرفت و همه جا ادعا میکرد که ابراهیم خود را کشته است. مسئله بعدی این بود که چطور قضیه را ماسمالی کنند. گفتن بهترین کار این است که اول به خانوادهش اطلاع دهیم که او حالش خوب نیست و بعد او را بلافاصله دفن کنیم. بله من نمیتونم همه رو بخونم چون درست نیست. بله
بله. بعد میگه که جسد را به همراه 2 پاسدار به بهشت محمدی فرستادند و دستوری هم همراه بود که شبانه جسد را دفن کنه و بعد به خانواده اطلاع دهند که به گورستان مراجعه کنند. برنامه را به این گونه گذاشته بودند که وقتی خانواده به گورستان مراجعه می‌کنند آنها بگویند شب نمی‌شود جنازه ای را دفن کرد، بروید و روز بعد بیایید. بنابراین آنها روز بعد که 27م بود به گورستان مراجعه کردند و به آنها گفته شد که ابراهیم لطف اللهی را به خاک سپرد. این انسان آزادمنش، این سرباز، این پاسدار، حالا این مسئول، هر چه اسمشو میذاریم، اینقدر آزاده بودی که از جان خودش گذشته و این اطلاعات رو برای من فرستاده. من واقعا ازش ممنونم، واقعا سپاسگزارم که اینقدر مردانگی کرد.